توصیه بنده به صاحبان اتوبوس و وسایط نقلیه آن است که از اینا کرایه بیشتر نگیرن، بلکه اینا را تخفیف بدن در کرایه و حمل و نقل و اینا را جابجا بکنن، سوء استفاده نکنن. این سوء استفاده که از اینا کرایه بیشتر بگیرن. و توصیه ما به همه شهروندان زاهدانی و ایرانیانه که اگر اینا جای ملک دارن میفروشن، بالاخره به قیمت حراجی خرید نکنن، بلکه سعی کنن که قیمت عادلانه به اینها بدن. وسایلشون ملک مغازه چیزی دارن و اگر جای اینها منزل را رهن کردن و پول دادن، بالاخره پولشون اگر ندارن قرض کنن پول اینا را بدن و حق و حقوق اینا را بدن، چرا به کشور خودشون وقتی برمیگردن